روی کلاب قلعه خون با ارزش ملایوی 780 میلیون سومانی و روی ماشین وابسته به این وزارت‌های نقلیات، مالیه و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را ضرور است که در مهلت‌های مقرر شده و با صفت بلند عملی گردیدن لایحه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده تکنولوژی معاصر را تأمین نماید. وزارت نقلیات باید با دیگر وزارت اداره تقویت انفراستراکچور نقلیاتی، تشکل دالان‌های نقلیاتی ترانزیتی، برآمد به بندرهای بحری، بنیاد ترمینال‌های نزد سرحدی و مرکزهای لوجستیکی را تأمین نمایند. خودتان من این برفایی که سرد شده ایستاده است حس کرده ایستاده که راه‌های اساسی بین ولایت‌های بزرگ این زمستان بسته نشده است. برای چی؟ این زمستان بسته نشده است. اولا که راه‌ها بنیاد شدند و تعمیر و نگهداری راه‌ها سال به سال خوبتر بهتر به ممانعت زمستان برف است باران است مردم رفت و آمد کرده ایستاده است تجارت سودای داخلی گسترش پیدا کرده ایستاده است حس میکنید تلفات آدمان است اکنون وقتی رسیده است که راه‌های داخلی بین ناحیوی بین جماعت ها بین شهرها خب اینها در بین خود دیه‌های اهالی شهرک و مالای زیست آن را خوبتر بهتر کنیم. یک سال است دو سال است کردن ما لازم در یک جای با مردم کردن ممکن در اینجا از آن جمله من باوری کامل دارم اگر تشبوس در دست وکیلان محترمی ما باشد خب اعضایان حکومت و عموما خدمتچیان دولتی فقط تشکیلاتچی در کار مردم ما خوب دستگیری میکنند برای خوبتر و بهتر کردن شرایط زیست خودش میکند دستگیری میکند ببینید همه چی را حواله به بودجت کردن اما در کار نیست بودجت دولت 26 میلیارد من اشاره کرده ایستادم اگر رقم را نوشته جمع و ترک کنید بینیتون ساعادا چقدر مبلغ ها رفته ایستاده است همه ای از بودجت نیست 44 میلیارد فقط سرمایه 70 باز 20 میلیارد دیگه سوای کردیم 65 میلیارد خب غیر در یک ساحه نقلیات 16 میلیارد رفته ایستاده است غیر آنها که عملش نیست ساحه انرژتیکا ساحه معارف ساحه تندرستی حاضرین محترم طبق تحلیلات رشد میانه سالانه استحصال محصولات کشاورزی در دوام سالهای 1997 تا 2020 7.3% را تشکیل داده حجم آن در این دوره 5 برابر افزایش یافته است. من یک مثال وای میارم بسیار وقت اعضای حکومت ما حالی همون مانده است بعضا در فکر و اندیشه هاشان خیالی دوره همون سالهای بنقشه‌گیری بسیار سخت در وقتی که امتیاز دادن که صاحب میبینی که روش نکرده ایستاده است با نیستی رفته ایستاده است ما امتیاز دیم دستگیری حکومت از بودجت مبلغ کتی نمیتوانیم و رای اصلا کمک کردن امتیاز دادن است شرایط مهیا کرده دادن است و صاحب کارا تاجرا خواجگی های دهقانی صاحب روش میکنند قراره که من بنیاید از این و امتیازها به ساحه چارواداری به ساحه باغ و تاک پروری به ساحه پرنده پروری ساحه ماهی پروری وای کردیم من پایان میگم فقط در ساحه چارواداری 2 برابر سرشمار چاروا زیاد شده است 2 برابر این چی است؟ همین خیلی کاری هزارها جای کاری این مواد غذایی من پایانتر میگم چقدر از بیرون می آمد حاضر چقدر است
امتیازها برای رشد ساحه‌های چاره‌داری، پرنده‌پروری و ماهی‌پروری پیشنهاد شده بر رشد ساحه‌های ذکر شده تکالیف جدی بخشیدند. مثلا سال 2020 شماره کارخانه‌های پرنده‌پروری به 181 رسیده، نسبت به سال 2017 هم 2.5 برابر زیاد گردیده است. در سال 2020 استحصال گوشت پرنده نسبت به سال 2017 هم 5 برابر افزوده است و استحصال توپ قریب 1 میلیارد دلار را تشکیل داده، 5.5 برابر زیاد شده است. شماره خواجگی‌های ماهی‌پرور سال 2020 نسبت به سال 2017 هم 35% زیاد شده، استحصال ماهی در دوره مقایسه شونده 2.3 برابر افزوده است. واردات گوشت به کشور از 10,700 تانه سال 2014 تا 180 تانه در سال 2020 کاهش یافته است، یعنی قریب 60 برابر کم شده است. در تاجیکستان 2 سال پیش 60,000 تانه گوشت مرغ وارد میشد، قریب 5 میلیون دلار ما والیوتا با بیرون میرفت. همین سال 2020 وقتی که ما همگی در داخل 2,000-3,000 تانه استحصال میکردیم، وقتی امتیازها قبول کردیم برای صاحبکاران، در یک مهلت کوتاه در ظرف 2 سال استحصال گوشت پرنده به 30,000 تانه رساند. من باوری دارم 2 سال پس دیگه پره واردات گوشت پرنده از بین میرود. شهروندان ما، پدر و مادران، بابای ما، شما خودی ما شما خب در یاد داریم در زمان گذشته، در زمان شوروی به جمهوری داعشستان از بیرون در یک سال تا 180,000 تانه کارتوشکا وارد میشد و 140-150,000 تانه گوشت، محصولات گوشتی. آنچه من اشاره کردم 180 تانه مگه در سال 2020 وارد شده است. خب پرسیده میشه در حساب چی تامین شد؟ پرابلم در تاجیکستان درباره استعمال گوشت است. رحمت به پدر مادر مردم تاجیکستان که انمون که تشبوس ما را درباره عملی نمودن قانون، درباره تنظیم رسم و آیین قبول کرده، دستگیری کردن، 2 برابر سرشمار چاروا صرفه شده زیاد گشت که هم محصولات شیری هم محصولات گوشتی سال به سال زیاد شده ایستاده. این هم امنیت سلامتی مردم. ما دیدیم که گوشت مرغ و گوشت بای گفته آورده، چی می آوردن با ما؟ بعضا محصولات بی صفتی که از مهلتشان گذشتگی با هر راه واسطه. شما ناس شاهد هستید از نوارهای تلویزیون. یا ماهی پروری یا که محصولات تخم از دیگر جامعه آوردن. خنده آور است برادران، من گفته بودم در مجلس حکومت برای ما شما میشه دست کن. کاری نوشتگی در دنیا نیست، فقط ذوق داشتن مونده کن، مسئولیتی بلند داشتن مونده کن. سال 2020 نسبت به سال 1991 استحصال غلادانگی ها قریب 5 برابر، کارتوشکا 7.7، سبزوات و زراعت های پالزی 4 و میوه 3 برابر زیاد شده است. ما زیاده از 1 میلیون تانه کارتوشکا استحصال میکنیم. 2-3 مراتبه امروز مردم تاجیک دهقانا کارتوشکا استحصال میکنند در یک سال. در دوره صاحب‌سالاری برای رشد ساحه کشاورزی از جمله بنیاد از نوسازی اینفراستراکچور آبرسانی، از خودکنی زمین‌های نو، بهتر گردانیدن حالت ملیتی زمین‌ها، تأمینات ساحه کشاورزی با تکنیک ضروری، تخمی‌های اعلی صفت و دسترسی سوبیکت‌های خواجگیدار با مبلغ گذاری 22 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در حجم بیش
از 5.4 میلیارد سومانی تطبیق شده است. حالا در کشور باز 7 لایحه دیگر به مبلغ 2.4 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. در دایره تطبیق برنامه ساحوی میدان و باغ تاکزار کشور به بیش از 200,000 گکتار رسانیده شده است که نسبت به سال 1991 2 برابر زیاد می باشد. یعنی در زمان صاحب اسلامی در کشور زیاده از 112,000 گکتار باغ تاکزار نو بنیاد گردیده است که حالا در حیث امنیتی آزقاری مملکت با جای کاری، تامین نمودن اهالی، رشد صادرات و با اشیاء خام تامین کردن صنعت خوراکواری نقش نظررس بازیده ایستاده است. وقتی ساحه باغ تاک پروری در تلو تپه وای کردیم، حتی بعضا سیاستمداران در سابق اتحاد دولت‌های مستقل در پس من گام میزنند که رحمان و کار دیگر ندارد، در تلو تپه ها کو باغداری را روش کرده. خنده آور است، خنده آور نیست. نتیجهش دیده ایستاده موازی. از دوشنبه تا کلاب روید، در دو طرفی را غیر بازارها روید. من همین روز همین سردی خنکی روید دو طرف بینیتان چقدر هزارها تانه میوه سبزواتی بنیاد صفتی بلند از جهات اکولوژی تازه در دو طرف برا مردم دیخانه با مردم پیشکش کرده ایستاده. نتیجه چی است؟ ما هم بودیم میرفتیم دوره شوروی را می آمدیم، یگان بلا نبود، حتی آشخانه ای نبود که جمشید من کدر در آنجا خوراک کنی. بودم خیلی نه بسیار شاهد هستیم. الان نتیجه اینمی قرارها عملی و زحمتی دیخانه‌های مملکت است. اگر حالی شکم آمان سیر نمیشید در این تالار آمده پیامی روبری دولت گوش نمی کردیم. با این مقصد می باید افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی بسیار مهم بوده. استفاده ثمرناک آب و زمین‌های کارم، تکنولوژی اینواتسیونی و اگرتکنیک پیشرفته از جمله بنیاد باغ‌های اینتنسیوی باید تامین کرده شود. من بعضا خطرها، تهدیدهایی که پیشگویی‌هایی که از جانب کارشناسان سطح بین‌المللی اشاره شده ایستادم به شما میرسانم و به مردم داعشستان. چی ما را انتظار است سال 2021؟ اگر در یاد داشته باشید ماه اپریل سال 2020 در مراجعتی که ما به شهروندان مملکت کردم، خب درباره تهدید و خطرها و خطرهایی که پیش رو است که در فصل تیرماه زمستان امسال و سال آینده بسیار دشوار و وزمین می شود. حتی خطر گرسنگی است، بالاروی نرخ‌ها می شود در دنیا، کمچینی محصولات غذایی دا آورده می رساند. همودا آماده رسیدیم. طبق تحلیل‌های متخصصان کارشناسان سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی از جمله منشی سازمان ملل متحد سال 2021 در میقات سیاره از لحاظ تأمینات و آذوقه‌واری یکی از ساحه‌های وزین و حتی هلاکتبار در 100 سال آخر می‌گردد. این سخنان من نه، این سخنان معاون منشی سازمان ملل متحد دارای با آذوقه‌واری. همچنین باید گفت که گرمشوی اقلیم در سال 2020 در تاریخ انسانیت بی سابقه بوده. گرما و خشکسالی و کم‌آبی سال گذشته در کشور ما از آغاز صاحب اسلامی بار یکم به قید گرفته شد. چی ما را انتظار است در این سال؟ به نهایت برای همین من بار دیگر همین فرصت استفاده برده با مردمی تاجیکستان، با شما اعضایان حکومت، وکیلان مردمی اظهار کردنی هستند که ما جدی کار کردن مانده کن. حالا وقت است، حالا عین مدعا است. وابسته به این رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، خواجگی‌های دهقانی، هر یک کشاورز و هر یک عائله را ضرور است که استفاده ثمرناک زمین پیش از همه
заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ, захира кардану истифодаи тухмиҳои аълосифат ва бо ҳамин роҳ гирифтани то 3 ҳосилро махсусан дар соли 2021 таъмин намоянд. дар замони соҳибсолӣ ман 135 000 гектар заминро ба мардум тақсим карда додам. ин барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ ё мегӯям манзилҳои истиқоматӣ барои 1 миллиону 350 000 оила. дар замони 75 соли гузашта ба аҳолии тоҳишон ҳамагӣ 73 000 гектар замин ҷудо карда шуда буд. алаку ҷамъ кунедон чӣ қадар замин дар дасти мардум аст. мо ҳисоб кардем қариб 220-230 000 гектар замин. 50% ҳамира вай кунем ки ҷудо кунедон ки ҷои хона ҷои дигар 50% ҳамин аст. 110-120 000 гектар замин. замини кишт метавонанд мардум аз замини назди ҳавлигӣ садҳо сентнер маҳсулот гирад. мо шоҳид будем. ман дар шаҳру навоии мамлакат дидан кардам аз назди ҳавлигии деҳқонон ва мардуми оддӣ. онҳо меҳнат мекунад, роҳатшо мебинад. деҳқонҳое ҳаст аз 16-18 содиқ дар як сол 36 тонн маҳсулот мегирад. дар 12 моҳ 36 тонн. зиндагиша пеш бурда исо. ҳама чӣ қадри таъмин аст. муҳтоҷ ба касе нест. барои ҳаминам деҳқонони арҷуманди ман дастгирӣ мекунам. ман поёнтар мегӯям боз. шумо ҷиддӣ муроҷиатҳои манро қабул карда кор кунед. бо умеди ҳеҷ кас нашавед. бо умеди худои таоло ҳам фармудааст аз шумо ҳаракат аз ман баракат. агар ба пушт зада дар хона дастархона партем худои таоло ҳаст мекунад. агар то дар замин калан назани дона напартой ӯ дар дастархона бало пайдо намешавад. ман ҳисоб кардетон натиҷаша бисёре оне ки заҳмат кашид муҳтоҷ ба касе нест. дар сардӣ дар хунукӣ боди ҳаво чӣ гуна ҳаст нест. болои дастархони фарзандош фаровон. мағозаву бозор намедавад. бисёр соли вазмин мешавад соли 21. махсусан доир ба таъмини маводи озиқаворӣ. ина роҳбарони вилоят шаҳрноё аъзоёни ҳукумат вакилони мардумӣ мо бояд бо мардум дар якҷоягӣ аз ҳоло кор карданамон зарур аст. кӯмак расониданамон зарур аст. натиҷаи заҳмати соҳибдилонаи кишоварзон ва чораҳои амалӣ намудаи ҳукуматро мо имрӯз дар фаровонии маҳсулоти истеҳсоли худӣ дида истодем. бо дар назардошти вазъи мураккаби ҷаҳони имрӯза мо минбаъ низ бояд тарзе кор кунем ки ба ҳар гуна мушкилоти эҳтимолӣ омода бошем ва нагзорем ки мардумамон аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ ва муҳтоҷӣ кашанд. аввали пайдоиши пандемия COVID-19 дар байни ҳатто паника дар байни давлатҳои абарқудрат буд. чӣ кор карданд? сарҳадҳои худро бастанд. воридоту содиротро манъ карданд. транзитро баъзанош манъ карданд. хоб хуб чӣ мешавад баъд? мо бештар маҳсулот 60% аз берун меорем. агар маҳкам бошад чӣ? чӣ кор мекунем? куҷо меравем? барои ҳаминам бо мақсади дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат
و تأمین فراوانی بازار استعماری پیشنهاد می‌نمایم که تمام کشاورزان مملکت برای یک سال یعنی سال 2021 از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد کرده شوند. حکومت کشور برای دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای برای پوشانیدن منبع اندازی مذکور چاره‌جویی نماید. این انداز کم و بیش قریب 200 میلیون سامانه است. این وظیفه حکومت. اگر در یاد داشته باشیدان من یک اندیشه را 12 سال پیش بیان کرده بودم. شاید بسیاری ها در این یا اینکه یک چی حاصل قبول کردند یا اینکه هم خیلی یک بسیاری حتی بعضا سیاستمداران از من پرسیدند چرا ایمال شما این چیز را گفتید؟ 12 سال پیش بود. من مردم تاجیکستان مراجعت کرده همین پیشنهاد کرده بودم که کوشش کنید که در هر یک عائله ذخیره 2 ساله مواد غذایی باشه. بیاد دارید؟ آن همون آمدیم. الان همین سال تیرماه زمستان یعنی سال دیگه آمدیم. بینید این بدبختی را بینید. شکرانه و پایتر میسن شکرانه ما اونقدر دشواری و وزمینی که حالا در اروپا دیگر منطقه‌های دنیا است اون در نرسه پروردگار مردم تاجیک. یکی دیدیم که کی کفالت داده میتوند؟ کی؟ کی را کمک میکند؟ همه به حال خودش سرگردان. یک واکسینه را بین سیاسی کردن در دنیا. همزمان با این وزارت‌های کشاورزی، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته‌های دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اداره زمین و گیاه‌دزدی جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد ساحت، تشکیل مرکزهای لوجستیکی و طبق طلبات بازار و استانداردهای بین المللی صفت برای ماندن کارکرد، بسته‌بند و صادرات محصولات کشاورزی باید چاره‌های قطعی اندیشید. امروز در جهان ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های پیشبرنده اقتصادیات و با سرعت بلند رشد یابنده به حساب می‌رود. با درک موقع این ساحه در اقتصاد ملی ما رشد ساحه سیاحی را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک معین کرده سالهای 2019 2021 را سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردم اعلان نمودیم. تحلیلان نشان می‌دهد که سال 2018 بار نخست در زمان صاحب استقلالی شماره سیاحان قریب به 1,200,000 نفر رسیده نسبت به سال 2017 2.6 برابر زیاد شده است. در سال 2019 از شماره عمومی شهروندان خارجی که به تاجیکستان آمدند 1,260,000 نفرشان سیاحان بودند. طی سالهای 2018 2020 در کشور 145 شرکت نو اجازتنامه فعالیت گرفته. در این مدت در مجموع 224 شرکت و بازار سیاحی وارد گردید. در زمینه تشبس‌های ذکر گردیده و امتیازهای در این سمت پیشنهاد نموده حکومت مملکت فعالیت بخش خصوصی گسترش پیدا کرده شماره مهمانخانه و دیگر انفراستراکچور خدمت‌رسانی زیاد شد و این تدبیرها بر رشد دهات خصوصا در خط سیرهای سیاحی تأثیری مثبت رسانیده. ضرور است که این روند باز هم گسترش داده شود. در این روند تاجیکستان به قطار 10 کشور جالبترین برای بازدید سیاحان
ба даҳгонаи кишварҳои беҳтарини сайёҳӣ пиёда гардид. ба панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми соддаи пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир ба 10 роҳи зеботарини дунё шомил шуда, пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амният ворид гардид. саломат бошед. با وجود این همه و با در نظر داشت سال جنبسته تشبوس سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی، کمیته رشد سیاحی دیگر ساختار و مقامات مربوطه از جمله رهبران ولایت‌ها و شهر نویا وظیفه‌دار کرده می‌شوند که دایر به افزایش دادن سهم ساحه سیاحی در رشد اقتصادی کشور و حل مسائل اجتماعی برای با معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن خدمت رسانی‌ها، دریافت راه‌های نوی تشکیل اینفراستراکچور سیاحی، جلب هرچی بیشتر سیاحان داخلی و خارجی، بخصوص رشد سیاحی داخلی چاره‌های اولین درجه اندیشند. تعریف آرام دیدن در کار، مخصوصا فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، حکومتی مملکت یک مرتبه دیده برآمدن در کار. محترم وکیلان خلق، حل مسائل اجتماعی همیشه در محور سیاست دولت و حکومت مملکت قرار دارد، زیرا ساحه علم و معارف و تندرستی از سمت‌های اساسی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌روند. سال گذشته در کشور 157 مؤسسه تأسیسات میانه عمومی، ابتدایی، میانه کسبی و صنفخانه‌های اضافی برای 63,000 جای نشست بنیاد و به استفاده سپاریده شده. عموما از سال 1991 تا به امروز در مملکت 3020 انشاءات ساحه معارف با زیاده از 1,300,000 جای نشست ساخته به استفاده سپاریده شده است. سال 91 خب در جمهوری امگی 1,323,000 خواننده بود. حالا باشد 2,100,000 نفر. بعضا شهر نویا در یک سال 7,000 خواننده میرود. صنف یک نویه رودکی، شهر دوشنبه. ما برای بهتر کردن سطح و صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات باید تمام شرایط ضروری را مهیا کرده در این روند مسئولیت پدر و مادر، اهل جامعه و آموزگاران را باز هم بلند برداریم. در این جهت مؤسسه‌های تیپ نوی زمان استقلال، مکتب‌های پرزیدنتی و لیسه و گیمنازیا پیشرفت بوده، هر سال بیش از 97% ختم کنندگان این مؤسسه‌ها سزاوار نام دانشجوی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کشور و خارج از آن می‌گردد. وزارت معارف و علم را ضرور است که تشبث و تجربه این مکتب‌ها را دایر به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در همه مؤسسه‌های تعلیمی کشور وسیع تدبیر نماید. با مقصد باز هم بهتر کردن صفت تعلیم در پیام سال گذشته پرزیدنت و مجلس عالی سالهای 2020-2040 سالهای آموزش و رشد فنهای ریاضی دقیق و طبیعی در ساحه علم و معارف اعلان گردیدند و جهت تطبیق این تشبث از جانب حکومت مملکت نقشه چهاربینی‌ها برای سالهای 2020-2025 قبول کرده شد. وزارت‌های مالیه، معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، وزارت و کمیته‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند وظیفه دار کرده می‌شوند که یک جا برابران ولایت‌ها و شهر نویا در مورد عملی نبودن قرار ذکر شده به سرلنگاری راه ندهند و جهت تعزیزانیدن کابینت‌های فنهای ریاضی و دقیق
و طبیعی تدبیرهای فوری اندیشیده از نتیجه کارها با حکومت مملکت گزارش داد. علاوه بر این ضرور میشمارم که به خاطر بازم بیشتر با آموزش علمهای ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همه ساله آزمون جمهوریوی زیر عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده شود. آزمون های قبلی از جمله تاجیکستان وطنی عزیز من و فروغ صبح دانای کتاب است یک نکته بسیار مهم را ثابت نموده است. در بین نورسان و جوانان ما استعدادهای نادر به وای رسیده ایستادند که ما باید آنها را همه جانبه دستگیری و هوسمند گردانیم. امیدوارم که در آزمون نوبتی استعدادهای نورس و جوان دانش و مهارت خویش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علمهای ریاضی و دقیق و طبیعی نقشی ارزشمند می‌گذارند. بنابراین ضرور است که تشکیل و برگزاری این چهاربینی در سطح بسیار بلند برای مانده مبلغی برای جایزه ها پیش بینی گردیده زیاد کرده شود. همچنین با حکومت مملکت، وزارت مالی و علم، مرکز ملی تستی، همه ساختار و مقامات دولتی از جمله رهبران ولایت‌ها و شهر نایاب سپارش داده می شود که غالبان آزمون‌ها را از روی انتخاب خودشان به مؤسسه‌های تحصیلات عالی بدون امتحان قبول کرده برای هوسمندگردانی مادی و معنوی و معنوی آموزگاران و پدر و مادران آنها تدبیرهای اضافی اندیشند. من علاقه در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان سپارشات دادم. سپارشات خیلی جدی دادم که اولا نظارت کنند که خب عدالت باشد. مخصوصا هیئت جوری، سطح هیئت جوری خیلی باید بلند باشد. من دیدم، من عزت نفسی کسی در نمیرسم، لیکن در بعض حالت ها حتی نورسان ما، جوانان ما سطح سخنگویی، سخندانیشان از بعض اعضای جوری و از بعض ژورنالیست ها و برنده های تلویزیون 10 برابر بالاتر بودند. با درجه امتحانشان کردن که کودک صنف 1-6-7 ساله را اکادمیک، پروفسور، شاعر و نویسندگان بزرگ ما در صحنه مانده باور کنیدتان یگان پروکورور، یگان جنایتکار اینقدر تفتیش نمیکنه. آفرین که نترسیدن، نه هراسیدن در نزد همین قدر وای این خودش علاقه قهرمانی است. برای چی ما آنها را قبول نکنیم؟ من حالا سپارش دادم که برای که ما نورسان جوانان را خلل نرساندیم، نومیناسیون ها را باید میکنم میستدم آموزگاران را جدا کنیم، چون که کلان سال هستند. 5 ساله کودک است، 70 ساله آموزگار در وای کرده ایستادن.
این بی‌عدالتی است. و چقدر تجربه حیاتی و زندگی دیگر دارد. کودک 95 سال و 70 سال و چقدر خوانده است. دانشجو بود، دیگر بود، در 70 سال همه چی را آدم ها کجا میروند. خب اینا جدا کرده مادرکار. دانشجو باید باشند سین سالا قطعی کنند. ما امکانیت داده مادرکار بیشتر و بیشتر رو آورند نورسان جوانان ما به خواندن کتاب. خود ما نیست، نه اینکه نورسان جوانان، خود ما نیست. آموزگاران، پیش از همه آموزگاران، اگر آموزگار سطح بلندی کسبی نداشته باشد، خواننده هیچ وقت خوانندگان ما با سواد نمیگردند. احسن به همه آنها. و برای چی در اینجا آموزگارا خیلی کردم که از جانب رهبران ولایت و شهر نایا، حتما از جانب وزارت و خود حکومت جمهوری تاجیکستان فکر کردن که برایتان، برای پدر و مادر چی جایزه ما وای کرده میتونیم که چنین فرزندا را تربیت کرده بوایا میرسانند. ما این راه هم دیدم مادرکار، حتی برای آموزگاری که چنین خواننده ها را تربیت میکنند قدر کرده مادرکار، مهنتی آنها را قدر کرده مادرکار. این کاری آسان نیست. حتی بسیاری پدر و مادر را به این کار جرأت پیدا نمیکنند و عموما اهمیت نمیدن. هدف رهبر دولت از این تشبسات بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان تقویت حس ملی، وطن دوستی و وطن پروری، هویت ملی، ارزش‌داری و آموختن زبان، تاریخ، فرهنگ باستانی تاجیکان، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در کشور می باشد. در برابر این باید گفت که یکی از مشکلات اساسی دسته‌های معارف نارسایی مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی در اکثر شهر نایا می باشد. سال گذشته همگی 14 مؤسسه تا مکتبی برای 2520 کودک بنیاد گردیده است که این نشان دهنده به طلبات روز جوابگو است. از این رو برابران وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، رئیسان ولایت‌ها و شهر نایا سپارش داده می شود که با جلب صاحبکاران و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌زاری جهت بنیاد کودکستان‌ها و مرکزهای انکشاف کودکان تدبیرهای ضروری را راه اندازی کرده به این مسئله بسیار جدی و با مسئولیت بلند مناسبت نمایند. چنانکه بارها خاطرنشان کرده بودم تا زمان استقلال در تاجیکستان همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 69,000 دانشجو فعالیت میکرد. امروز شماره مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی با 41 دانشجویان به 245,000 و با علاوه دانشجویانی که در خارج کشور تحصیل میکنند به 285,000 نفر رسیده است. در 29 سال آخر شماره دانشجویان 216,000 زیاد شده است، بیش از 4 مراتب. ولی با در نظر داشت افزایش اهالی این نشان دهنده حالا هم کم است. تاکید می‌سازم که از جانب رهبران وزارت معارف و علم، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در مسئله قبولی داوطلبان و تربیت کادرها پیش از همه به صفت اعتبار اولین درجه داده شود. وزارت معارف و علم همچنین وظیفه‌دار کرده می‌شود که در تمام زمینه‌های تحصیلات از مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا گیمنازیا و لیسه‌ها و زمینه‌های دیگر تحصیلات به طور حتمی آموختن زبان‌های خارجی، مخصوصا زبان‌های روسی و انگلیسی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی را تشکیل کرده نظارت قطعی صفت تعلیم را در این سمت
برآمونند. تحصیل جوانان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای خارجی یکی از ابتکارات مهم حکومت مملکت در سمت رشد علم و معارف محسوب می‌یابد. حالا در خارج کشور زیاده از 40,000 نفر دانشجو، ماگستر و اسپیرانت‌های ما به تعلیم فرا گرفته شدند. ما باید توسط استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان، برنامه‌های بین‌المللی و دیگر امکانات موجوده تحصیل جوانان با استعداد را در خارج مملکت وسعت بخشیم. به خاطر هوسمندگردانی دانشجویان و محققان جوان ما سال گذشته مبلغ و شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنت را خیلی زیاد نمودیم. همچنین آخر سال گذشته برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب آن گردند. با مقصد دستگیری دولتی و تقویت وضع اجتماعی دانشجویان و ماگسترها و اسپیرانت و دکترانت‌ها پیشنهاد می نمایم که استیپندیای آنها از 1 سپتامبر سال 2021 به اندازه 30% زیاد کرده شد. سلامت باشید. طبق معلومات هر سال از انستیتوت‌های اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های ساوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور تا 500 نفر آموزگاران و عالمان و محققان برای تبادل تجربه، بازآموزی، تحصیل در زمینه‌های ماگستراتورا، اسپیرانتورا و دکترانتورا سفربر کرده می‌شوند، ولی این حالا هم کم است. اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی‌های ساوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را ضرور است که به این مسئله در آینده نیز دقت اولین درجه دهند. وابسته به این به وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها و وزارت رشد اقتصاد و سودا سفارش داده می شود که جهت هرچی بیشتر به خارج کشور فرستادن جوانان با استعداد و لیاقتمند از روی رویه علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعی برنامه تیار کردن کادرهای جوان علمی برای سالهای 2021 و 2030 را تهیه کرده در مدت 3 ماه با حکومت مملکت پیشنهاد نموده. ما در دوران صاحب‌سپاری کشور پایه‌های مادی و تکنیکی، آزمایشگاهی و کادری مؤسسه‌های علمی اکادمی ملی علم‌ها را پیوسته تحکیم بخشیده ایستادیم. مثلا اگر سال 1991 در زمینه اسپیرانتورای اکادمی ملی علم‌ها همگی 148 نفر جوانان تحصیل کرده باشند، سال 2020 شماره آنها با 1200 نفر رسیده قریب 8 برابر زیاد شده است. شماره اعضای اکادمی ملی علم‌ها نیز 2 برابر زیاد گردیده است. تاکید می‌سازم که برابری افزایش شماره باید نتیجه و بازده کار نیز زیاد شود. ولی ما را ضرور است که کارهای علمی و تحقیقاتی را در دایره سمت‌هایی که حکومت مملکت معین کرده است وسعت بخشیده در رشد اقتصاد ملی کشور فعالانه سهم گذارند. دوستان ارجمند، با در نظر داشت آنکه تندرستی یکی از ساحه‌های مهمترین اجتماعی میباشد، حکومت تاجیکستان در دوران استقلال مبلغ‌زاری ساحه تندرستی را همه ساله زیاد کرده تا 2.1 میلیارد سامانی رسانیده است. در این دوره زیاده از 1300 مؤسسه نوی طبی بنیاد گردیده، قریب 25,000 کادرهای دارای معلومات عالی و 147,000 نفر کارمندان میانه طبی تیار کرده شدند. حالا در ساحه تندرستی کشور قریب 110,000 نفر کارمندان فعالیت میکنند که از آنها 75,000 نفرشان طبیبان و کارمندان میانه طبی بوده، بیش از 68% را زنان تشکیل میدهند. با استفاده از فرصت به همه کارمندان ساحه تندرستی، مخصوصاً به طبیبان و همشیرهای شفقت که در شب و روزهای اوج بیماری سرایت کرونا ویروس
با سوگند کسبی خود صادق مانده برای طبابت مردم تاجیکستان صافدلانه زحمت کشیدند و جان هزاران نفر هموطنانمان را از مرگ نجات دادند. بار دیگر سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌کنم. سلامت باشید. همچنین با کل ساکنان کشور که در چنین دوره دشوار و وزنین صبر و تحمل نشان دادند با واهمه و تعلقه نیفتادند، برعکس متحد شده احترام و عزت همدیگر را به جا آوردند. طبیبان و عائله های آنها را دستگیری کردند و برابر حکومت مملکت زحمت کشیدند. اینچنین به صاحبکاران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوت پیشه که به مؤسسه‌های تندرستی، طبیبان و عائله های کم‌بضاعت با تجهیزات طبی، دارواری و مواد غذایی کمک رسانیدند، سپاس بی‌پایان میگویم. ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینور در کشورمان عموما بیماری سرایتی کووید 19 از بین رفته است. یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است. لیکن این چنین معنی ندارد که ما به سلامتی خود و اطرافیانمان بی‌پروایی ظاهر نماییم، بلکه چون پیشتر باید هوشیار باشیم، به قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی اعتبار جدی دهیم و همدیگر را احتیاط کنیم. ما امروز در جامعه جهانی می‌بینیم که چه حادثه است. در سابق اتحاد در دولت‌های مستقل بینید چقدر باید همسایه های ما نمیتوانیم وای کنیم. امروز در تاجیکستان کووید نیست گفته باید پگاه احتیاط کردن در کار. ما حتی نیست، لیکن به هر حال آنهایی که به تاجیکستان وارد میشوند شهروندان ما از خارجه، ما راهحل‌های نو را گشوده ایستادیم، باز میگشاییم و دیگر کشورها. آنهای شهروندانی که ما برمیگردن حتما 14 روز در خانه گیم که در وای میستن ایزولیاسیون بیرون نمیبرن، تحت نظارت طبیب ما میشن، طبیبانی عائلوی. ما مسجدها را وای کردن شتاب جمهوری، لیکن نمی احتیاط کردن در کار. مثلا نمازهای جمعه فکر کنید نمی وای نه اونقدر تاریخی در آلمان سال 20 نشان داد. در بعضن جا چی بود؟ در بعضن توی‌ها، در بعضن جنازه ها تا چند نفر فوتیدن. احتیاط کردن در کار. احتیاط نیمی حیات. قاعده های جمعیتی بهداشتی را حتما رعایت کنند. رعایت نمیکنند و این مسجد کار نمیکند. مرحمت روند طاعت عبادت میکنند، دیگر میکنند، قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. در بعض دولت های پیشرفته کمیده است که چه است؟ حتی جنایت برده 3 سال محبس میکنند. رعایت نمیکنند، در نزد قانون جا میگیرد. فکری مردم کردن در کار. در سال 2020
از جانب مبلغ‌های بودجتی برای مؤسسه‌های طبی در حجم قریب 1 میلیارد سومانی تجهیزات ضروری، داروباری و مواد محافظتی خریداری کرده شد. دیگر سمتی افزایش ساحه تندرستی و طلبات زمان معاصر مطابق گردانیدن شرایط مؤسسه‌های طبی میباشد. با این مقصد در سال 2020 108 انشاءات نوی تندرستی بنیاد و 283 انشاءات از تعمیر اساسی برآورده شده است. تحلیلات نشان می‌دهند که سالهای آخر سیرت آبی با برانگیزندگان هر گونه بیماری‌ها و یکی از مشکلات اساسی ساحه تندرستی تبدیل یافته است. از این لحاظ وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که مسئله تأسیس مرکز جمهوریوی میکروبیولوژی و ویروس شناسی را مورد آموزش قرار داده پیشنهادهای خود را آید به حل این مسئله به حکومت مملکت منظور نماید. سال 2020 برای تقویت بخشیدن دستگیری اجتماعی نفقه خوران و معیوبان کودکان یتیم و عائله‌های کم‌بزاعت یک قطار چهاره‌های سودمند راه اندازی گردیدند و زیاده از 700,000 نفر ساکنان از گروه‌های آسیب پذیر جامعه بیش از 250 میلیون سومانی کمک‌های علاوه‌ای اجتماعی پرداخته شدند. حکومت کشور با مسئله حفظ سلامتی و نگاهبین یتیمان و معیوبان و پیرانسالان و بیپرستاران منتظم غمخواری ظاهر کرده برای بهتر ساختن شرایط اجتماعی آنها تدبیرهای سریع را عملی می‌نماید. با مقصد ادامه تدبیرهای حکومت مملکت در سمت دستگیری دولتی گروه‌های آسیب پذیر اهالی پیشنهاد می‌نمایم که از 1 سپتامبر سال 2021 نفقه معیوبان از سن کودکی که در اساس قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تأمین نفقه شهروندان جمهوری تاجیکستان و درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20% زیاد کرده شده. نفقه کودکان معیوب تا 18 سالگی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی تعیین شده است به اندازه 20%. اینچنین نفقه معیوبان گروه یکم که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی تعیین گردیده است به اندازه 50% بلند برداشته شود. این اقدام امکان می‌دهد که شرایط اجتماعی قریب 100,000 نفر شهروندان از گروه‌های آسیب پذیر ذکر شده بهتر گردد. در این زمینه به حکومت مملکت سپارش داده می شود که برای بنیاد 3 مکتب اینترنتی پرزیدنتی برای یتیمان کل در ولایت‌های ختلان و سوخت و شهر دوشنبه چاره‌جویی نماید. ضرور است که در این مؤسسه مثل مکتب‌های بین‌المللی پرزیدنتی شرایط بهترین تحصیل و زندگی مهیا کرده شود. کمیته معماری و ساختمان یک جا با دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی تا اول ماه اکتبر لایحه این مؤسسه را تهیه و برای موافقت با رهبر دولت پیشنهاد کنند. برابر دولت پیشنهاد نماید. وابسته به این با حکومت مملکت وزارت معارف و علم رئیسان ولایت‌ها و شهر نایه‌ها و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی سپارش داده می شود که برای صاحب کسب و صاحب هنر گردیدن هر یک یتیم کل صاحب جای کار و زندگی مستقلانه شدن آنها تمام تدبیرهای ضروری را عملی نماید. حالا یتیمان کل در همه مقیاسی مکتب‌های دیگر پریشان هستند. برای غمخواری کردن و خوبتر بهتر تربیت کردن ما با فکرم این کار را کنیم. این اقدام با صفت تعلیم و تربیت بگیم که آنها را برمی‌کنند، چون که آنها بینم تقدیر وای کرده است. ما طرز کنیم که آنها صاحب کسب شوند، صاحب سواد شوند، کسب شوند، هنر شوند که آینده زندگی خودشان مستقلانه پیش برده توانند.
هدف همین است. ما این کارا میکنیم حتما. در سیاست دولت و حکومت تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقع اساسی دارد. ولی باید گفت که طبق تحلیلات سطح کسبیت کارگران هنوز با طلبات بازار مهنت جوابگو نبوده. این مسئله به اصلاحات جدی نیاز دارد. در جریان اصلاحات یک مسئله را به اعتبار باید گرفت که امروز در تاجیکستان ضرورت و طلبات برای جاری نمودن آموزش سطح اختصاصی دیگر وجود دارد. امروز در کشور 62 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی از روی 97 اختصاص و 5 مرکز تعلیمی کلانسالان با 41 فیلیال و 21 نمایندگی از روی 93 کسب کادرهای کارگری تیار می نمایند. و من شماره دانشجویانی که در این مؤسسات تحصیلات ابتدایی کسبی وای میکنند 23,000 نفر را تشکیل میکنند. هر سال 11,500 ختم میکنند. این به نهایت کم است و پرابلم در اینجا خیلی زیاد است. در اساس دستور ما امسال در زمینه لیسه و کالج های تکنیکی باز 47 مرکز هنرهای ملی و معاصر برای آموزش 50 کسب هنر به فعالیت شروع می نمایند. اما از روی معلومات قسمی زیادی تجهیزات تعلیمی در این مؤسسات فرسوده گردیده استفاده تجهیزات و تکنولوژی معاصر آموزانیده نمیشه. علاوه بر این در مؤسسات تحصیلات ابتدایی کسبی و مرکزهای تعلیمی کلانسالان کتاب‌های درسی و تخصصی نمی‌رسد. از این رو برای اصلاحات جدی از نوسازی نظام تعلیم و تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی مؤسسات تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی چاره‌های مشخص اندیشیده شد. همزمان با این به وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی معارف و علم سپارش داده می‌شود که برای تجدید نظر کردن برنامه و نقشه‌های تعلیمی کسب‌های کارگری و هنرهای مردمی و تأمین مؤسسه‌های ذکر شده با کتاب‌های درسی چاره‌های ضروری را برآورد. وابسته به این ضرور می‌شمارم که به هر یک مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی از حساب اعضای حکومت، وکیلان پارلمانت، رهبران ساختار و مقامات مرکزی و شهر نایه‌ها یک نفری به حیث سرپرست وابسته کرده تمام مشکلات و مسائل جای داشته آنها در ظرف 2 سال آینده حل و فصل کرده شود. هدف چی است؟ به این هم اعضای حکومت در هر یک شهر نایه وابسته است. در هر یک شهر نایه حتما یک آموزشگاه کسبی تکنیکی وجود دارد. حساب نماینده رهبر ولایت، شهر، نایه، دیگر ساختارهای ولایتی خودش وکیلان مردمی که از اعضای انتخابات است 10-15 نفر میشه. یک آموزشگاه کسبی تکنیکی را شرایط مهیا کردن در همین شرایط امروز هیچ مشکلی ندارد. یگان مشکلی ندارد. فقط مسئولیت در کار، ذوق داشتن در کار. و ببینید من خودم خواندم. من آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 4 امروز شهری امروزه لیوکند را اولا ختم کردم. الکتروسلس کیپ اتوماتیک. چون شرایط درجه عالی داشت. در همون زمان همون تکنولوژی بود، همون اسباب و انجام ساختمانی و برقی و دیگر. حاضر چیه؟ حتی ساختمان ده. اون کفشیرشایی که در زمان شوروی بود او گذشت رفت. نیست اون دیگر. با ساختمانچی صاحبکارا جلب کردن ممکن. یا موتور مارش اتومبیل دیگر ژگولی کم مونده است. دیگر نمودی تکنیک حتی همون چی میگم مرکزهای چی میگم تکنیکی تعمیر ماشین‌های اتومبیل‌های سبوران متخصص در کار است. برای در آموزشگاه چی بودنش در کار؟ موتور عمیق دونه تقمه ماشینا چیزهای اسباب و چیزهای تکنیکی همین یا که صاحب برق کردن نمیتونه من فکر صاحب کارا دستگیری میکنن ساختمان اونه که اندوچی اونه که رنگ و بار کننده همون چیزایی که رنگ و بار میکنن تشکیلات کمپانیایی باید جمع کرده ساختمانی خودشان آورده مهیا میکنن نه اونقدر مبلغ زیاد میرود ترمیم کرده ماده کار که متخصص تیار کنیم
هزارها جای کاری نو میشه، چی در داخل و چی در خارج کشور. دیپتاتو خواب کردیم کن در سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان با مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی داده میشد. موافق نتیجه های انتخابات سال 2020 با مجلس ملی مجلس عالی 8 نفر زنان یا اینکه 25.8% و مجلس نمایندگان 15 نفر یا اینکه 23.8% انتخاب شدند که نسبت به انتخابات گذشته قریب 4% زیاد می باشد. شماره زنان در مجلس های وکیلان خلق شهر دوشنبه به 41.5%، ولایت های ختلان قریب 35%، شغل بیش از 33%، ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 34% و شهر نایای تابع جمهوری قریب 30% رسیده است. زنان بانوان لیاقتمند و صاحب کسب و بلند اقتصاد و خدمت دولتی و اداره کنی دولت را بیشتر جلب گردیده ایستادند. به حالت 1 ژانویه سال 2021 از شماره عمومی 19210 نفر خدمتچیان دولتی 4485 نفر یا که 24% را زنان تشکیل می‌دهند. سهم زنان در رشد ساحه علم و معارف و تندرستی مملکت تا رفت افزوده ایستاده است. امروز در ساحه معارف کشور 73% و تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی قریب 68% را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. اصلا مخصوصا در وقتی سفرهایی که من در شهر نویا دارم با مؤسسه‌های تحصیلات عمومی یک وقتی که دیدن میکنم از آنها همان مؤسسه‌هایی که رهبرشان بانوان هستند و 70-80-90% را زنان تشکیل میکنند. بانوان 100-90% ختم کنندگان و دانشگاه و دانشکده‌های عالی هم داخل هم خارج کشور داخل میشن. فعالیت بانوان در ساحه کشاورزی و رشد اقتصادیات کشور نیز نظررس بوده. حالا شماره رهبران خواجگی‌های دهقانی از حساب زنان 35600 نفر و زنان صاحبکار 77400 نفر را تشکیل می‌دهد. این کم است. من فکر می‌کنم آهسته آهسته این شماره آنها زیاد می‌گردد. جدا نبودن قرض یکی از وسیله‌های بهتر نمودن شرایط اقتصادی زنان و عائله‌ها میباشد. سال 2020 به زنان و بانوان صاحبکار با مبلغ 2 میلیارد 100 میلیون سومانی قرض داده شده است. حکومت مملکت تشبس‌های زنان و بانوان کشور را من بعد نیز دستگیری کرده به خاطر جلب بیشتر آنها به وظیفه‌های راهبری کننده تدبیرهای علاوگی را عملی می‌گرداند. با این مقصد به کمیته کار با زنان و عائله سپارش داده می شود که لایحه قرار حکومت مملکت را درباره استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و نقشه عملی سازی آن را برای سالهای 2021-2025 تهیه و به حکومت پیشنهاد نماید. زنان و بانوان و دختران تاجیک بسیار غیر و دلیر هستند، نه اینکه آموزگار و طبیب و دیگر. به نهایت هزارها نفر امروز برابر جوانمردان غیر و دلیر در صف قواهای مسلح مملکت خدمت کرده ایستادند. صادقان برای همین
تا وقتی که هستم همین سیاست خود را دایر به دستگیری زنان و بانوان مملکت همه طرف دستگیری میکنم و شما صادقانه کنید. سلامت باشید. رحمت سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. من هزارها مراتب منتداری خود را به زنان و بانوان مملکت میرسانم که اکثریت تشبس‌های من را چی درباره قبول قانون تنظیم عملی گردیدن این قانون و دیگر تشبس‌های رهبر دولت را پیش از همه زنان و بانوان دستگیری کردند و خود رهبر دولت هم در وقت انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اکثریتی زنان و بانوان و دختران تاجیک آنهایی که از گویم که حقوق آوازی داشتند با جانبداری پرزیدنت جمهوری آواز دادند. تشکر میگویم و منتداری خود را بیان میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. اینا به عزت نفس مردان نمیرسید. دست بالای سینه مانده حقش گفته نمانده کار. از همه کارهای وزمین و دشوار زندگی بر دوش کی است در تاجیکستان؟ از همه وزمین بر دوش کی است؟ در صحرا کی کار میکند؟ کی زحمت میکشد؟ کی محصولاتی 3 سال میکند؟ اکثریت کی است؟ ببینیم که برای همین از من مردم خفه نشویدن، کار کنید. جوانان ما در رشد تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سهمی بسیار ارزشمند گذاشته. نقش آنها از اشتراک در بنیاد انشاءات عظیم مملکت تا خدمت صادقانه در صف‌های قواهای مسلح، حفظ سرحد دولتی، ثبات و آرامی دولت و حیات آسایشته این مردم تاجیکستان ارزنده تحسین و باعث افتخار هر یک ما می باشد. سالهای آخر سهم جوانان در رشد ورزش و عامه‌گردانی آن و ترغیب طرز حیات سالم در میان اهل جامعه نظررس می باشد. اگر تا سال 1991 در مملکت همگی قریب 1000 انشاءات ورزش فعالیت داشته باشد، پس سال 2020 شماره آنها به 10,220 رسانیده شد. یعنی شماره انشاءات ورزشی در دوران صاحب سالی بیش از 9 برابر زیاد گردیده است. تنها در سال 2020 یعنی سالی که پاندمی و شرایط مشکل اقتصادی و مالیوی برای نورسان یعنی حکم فرما بود، برای نورسان جوانان در شهر نایای کشور 147 انشاءات ورزش با خرج بیش از 1 میلیارد و 63 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده شده است. ما به خاطر هوسمند نبودن ورزشکاران سال 2015 جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه ورزش تأسیس دادیم که تا امروز قریب 200 نفر ورزشکاران جوان صاحب آن گردیدند. ما من بعد نیز بر رشد ساحه ورزش عامه‌ای گردانی آن تشکر طرز حیات سالم و جلب باز هم بیشتر جوانان به حیات سیاسی جامعه، بلند برداشتن میل و رغبت آنها به علم آموزی و نوآوری، دریافت و دستگیری کردن استعدادهای جوان و بنیاد انفراستراکچور زمانوی و مجهز با لوازمات ضروری برای جوانان دقت اولین درجه میدیم. ما باید بر رشد زبان شیوا
و شاعرانه تاجیکی نیز اعتبار اولین درجه دهیم، چون که زبان دولتی یکی از ثروت‌های مقدس و گرانبهاترین ما می باشد. در شرایط جهانی شوی، یعنی تهاجم فرهنگی و زبانی، ما را ضرور است که برابر آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی برای پیشرفت زبان تاجیکی و توسعه دایره استفاده آن منتظم کوشش و غمخواری نماییم. خاطر نشان می‌سازم که این وظیفه هر یک فردی وطن دوست از جمله پدر و مادران، آموزگاران، اهل معارف و علم، زیایان کشور، کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و ادیبان و عالمان مملکت میباشد. تاجیکان فرهنگ بسیار غنی و تاریخی بسا پر افتخار باستانی دارند. مثلا تنها تاریخ 5500 ساله سر است که از جانب عالمان سطح جهانی، مرکزهای معتبر علمی دنیا و سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو اعتراف و تصدیق شده است. دلیل ردناپذیر و بی بحث قدیمی بودن ملت تاجیک می باشد. عرض داشتن به فرهنگ و تاریخ باستانی ملت و آموختن آن، اینچنین از خود کردن میراث جاویدانه صدها و هزاران نفر فرزانه خلقمان، یعنی شاعران و ادیبان و عالمان و متفکران برجسته ملت، وظیفه هر یک صاحب وطن می باشد. ما به خاطر حفظ یادگاری‌های تاریخی و تعمیر و نگهداری آنها خیلی کارهای سازنده را آغاز کرده ایم و کوشش داریم که توسط سازمان‌های با نفوذ بین المللی میراث مادی و غیر مادی کشورمان را به اهل عالم هرچی بیشتر معرفی نماییم. وابسته به این وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ و اکادمی ملی علم‌ها وظیفه دارند که جهت آموختن تاریخ و میراث معنوی خلق تاجیک تدبیرهای ضروری اندیشیده، آموزش حتمی تاریخ خلق تاجیک، زبان دولتی و جغرافیای تاجیکستان را در مؤسسه‌های تعلیمشان به زبان اقلیت‌های ملی درست برامانند و کتاب‌های درسی را برای این مؤسسه‌ها سری وقت تهیه، ترجمه و دسترس سازند. حاضرین گرامی، سال سپری شده هیئت نوی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید و من در نخست اجرای آنها اشتراک کرده فکر و ملاحظه‌های خود را عاید بر رشد و تکمیل قانونگذاری و تحکیم منبعد فعالیت پارلمان ابراز نموده بودند. باور دارم که وکیلان خلق توسط قبول قانون و قرارها در پیشرفت جامعه منبع نیز سهم خود را می‌گذارند. ولی فعالیت آنها نباید به قبول قانون و قرارها محدود گردد. یعنی وکیلان وظیفه دارند که در همکاری با مقامات تطبیق کننده قانونها جهت به طلبات روز مطابق نمودن آنها سهم گذارند و با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری لایحه قانون‌های به طلبات رشد و پیشرفت جامعه موافق را آماده و پیشنهاد نماید. اطمینان دارم که مقام عالی قانونبران کشور تجربه گذرانیدن محاکمه‌های پارلمانی را تقویت بخشیده، در این روند قانون‌ها، عملیه تطبیق آنها، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر مسائل مبرم روز را بررسی کرده در پیشرفت حیات جامعه سهم خود را می‌گذارند. در برابر این وکیلان همه سطح‌ها از اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان سر کرده تا وکیلان مجلس‌های محلی و جماعت‌ها
همچون شهروندان کشور پیش از همه خودشان باید فعال و تشبثکار و تشکیلاتی باشند. نقش خود را در تحکیم رکنهای دولتداری صافدلانه اجرا نمایند. در وسعت دادن کارهای فرماندهی و آبادانی و سازندگی در حوزه‌های انتخاباتی خود و عملی نمودن سیاست دولت در محلها سهمی صادقانه و وطن دوستانه گذارند. من در واخری با سودی‌ها ماه نوامبر سال 2019 وابسته به مسائل تامین قانونیت و عدالت سودی، تربیت کادرهای کاردان و پاکوجدان و دارای سطح بلند کسبیت، راه ندادن به کردارهای کروپسیونی و برطرف سازی بعضی کمبودی‌های در فعالیت مقامات سودی جای داشته ابراز اندیشه کرده بودم. از این رو رهبریت سود عالی و سود عالی اقتصادی باید به مسائل بلند برداشتن ملکه کسبی سودی‌ها، تیار نمودن و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها اعتباری اولین درجه دهند. وضع تغییر یابنده جهان امروزه و خصوصیت استوار پیدا نمودن ظهورات خطرناک زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، گردش غیرقانونی مواد مخدر، کیبر جنایت‌ها و دیگر جنایت‌های فرامیلی که بشریت را به تشویش آورده‌اند ما را وادار می‌سازد که به مسائل تأمین امنیت کشورمان دقتی اولین درجه دهیم. زیرا پیروان سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای ناآرام ساختن وضعیت در جامعه و تفریقه اندازی و برانگیختن نزاع‌های دینی و مذهبی کوشش کرده برای گمراه ساختن ساکنان مملکت بخصوص جوانان و به سازمان‌های منع شده جلب نمودن آنها از شبکه‌های اینترنتی وسیع استفاده می‌برند. تأکید می‌سازم که خائنان ملت و خواجه‌های خارجی آنها تا هنوز از نقشه‌های ناپاک و غرضناک خود که ابتدای سالهای 90 داشتند دست نکشیدند. آنها تا به حال از خارج کشور با تمام راه و واسطه‌ها کوشش کرده ایستادند که جامعه ما را ناآرام ساخته فرهنگ و مذهب بیگانه را به سر مردم ما تحمیل کنند. مردم شریف تاجیکستان مخصوصاً جوانان با ننگ و ناموس کشور این را نباید فراموش کنند و باید همیشه هوشیار و زیرک باشند. طوری که من بارها تاکید کرده بودم فعالیت چنین رویه‌های اکستریمیستی، رادیکالی و خرافات پرستی یکی از عامل‌های اساسی خطرزا برای امروز و فردای تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه به شمار می رود و از ما اندیشیدن چاره‌های مشترک را طلب می نماید. با مقصد ادامه کارها در این سمت پروکراتور ژنرالی وظیفه‌دار کرده می شود که لایحه نوی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم برای سالهای 2021-2025 را تهیه و بررسی حکومت پیشنهاد نماید. ما بارها اعلام نمودیم که تاجیکستان در عرصه مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر، کیبر جنایتکاری و دیگر جنایت‌های متشکل فرامیلی شریک طبیعی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. از این رو پروکراتور ژنرالی، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی را ضرور است که همکاری را با ساختارهای مربوطه دولت‌های خارجی و منطقه‌ای و بین‌المللی در این سمت تقویت داشتند. کروپسیا ظهورات نامطلوب و برای جامعه خطرناک به حساب رفته مبارزه بر ضد آن وظیفه اساسی مقامات دولتی، نهادهای جامعه شهروندی و هر یک ساکن کشور میباشد. از این لحاظ برای پیشگیری کردن کردارهای کروپسیونی، فراهم آوردن فضای آشتی ناپذیر به آن و با این روند جلب نمودن تمام مقامات دولتی، واسطه‌های اخبار عامه و نهادهای جامعه شهروندی از جانب سوبیکت‌های مبارزه بر ضد کروپسیا باید چاره‌جویی کرده شد. حکومت تاجیکستان با در نظر داشت وضع مرکب منطقه و تحکیم دائمی حفظ سرحد
مخصوصا سرحد تاجیکستان و افغانستان دقت اولین درجه داده برای پیشگیری کردن قاچاق مواد مخدر، سلاح، ادبیات اکستریمیستی و دیگر جنایت‌های فراملی در خط سرحد دولتی تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. خاطر نشان می‌سازم که این تدبیرها نه تنها به حمایه منفعت‌های کشور ما بلکه به آرامی و ثبات کشورهای دور و نزدیک بخصوص کشورهای منطقه نیز مساعدت می‌نماید. وابسته به این کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه‌دار کرده می‌شود که در همکاری با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور جهت حمایه استوار سرحد دولتی و در سطح بلند نگاه داشتن آماده باشی جنگی جزو تامای قوای سرحدی پیوسته چاره‌جویی کرده نظارت را در این سمت باز هم جانب نماید. وضع امروزه جهان و منطقه ما را وادار می‌سازد که به مسئله تأمینات قواهای مسلح کشور بیش از هر وقت دیگر توجه جدی نماییم. زیرا وظیفه از همه مهم حمایه مرز و بوم دولت، تأمین امنیت دولت و ملت و حفظ ثبات و آرامی جامعه، پیشگیری و برطرف کردن همه گونه تهدید و خطرهای بیرونی، تأمین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی و ذمه قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق واگذار گردیده است. تقویت اقتدار مدافعی کشور و آماده باشی جنگی از تیار کردن کادرهای صاحب کسب صادق به خلق و دولت خود، رویه وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی خدمتچان حربی وابسته می باشد. در دوران استقلال دولتی در داخل و خارج کشور زیاده از 10,000 نفر جوانان ما در مؤسسه‌های تعلیمی نظامی تحصیل نموده همچون افسر در جزء تام‌های گوناگون قوای مسلح به وطن مادر صادقانه خدمت کرده ایستادند. امروز نیز هزاران نفر جوانان ما در چنین مؤسسه‌ها تحصیل دارند. در برابر این ما را ضرور است که با در نظر داشت شرایط امروزه قوای مسلح خود را از نو سازی کنیم و آنها را با تکنیک و لوازمات پیشرفته حربی تأمین نماییم. تأکید می‌سازم که در حالت تیاری دائمی جنگی قرار داشتن قواهای مسلح کفالت واقعی حمایت کردن دولت از همه گونه تهدید و خطرها میباشد. از این رو از جانب وزارت مدافع برای تهیه و راه‌اندازی برنامه‌های دولتی عاید بر رشد صنعت مدافع کشور، تقویت بخشیدن به فعالیت کارخانه‌های صنعتی در سمت استحصال اموال مخصوص و تعمیر تکنیک حربی، اینچنین تامین نمودن قوای مسلح کشور با سلاح و لوازمات معاصر جنگی تدبیرهای ضروری عملی کرده شد. وزارت مدافع اینچنین وظیفه‌دار کرده میشود که کار با ذخیره‌های سفربری هیئت احتیاطی تقویت بخشیده آموزاندن آنها را از روی اختصاص‌های قید حربی در شهر نایاب برآماند و جهت بلند برداشتن آمادگی حربی ذخیره‌های سفربری، گذرانیدن جمعیت‌های حربی، تعلیم صحرایی و مشق‌های نظامی با استفاده از طرز و اصول‌های معاصر اهمیتی اولین درجه دارد. رهبران وزارت و ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق را ضرور است که مهیا کردن شرایط مساعد خدمت و زندگی منتظم بلند برداشتن سطح کسبیت افسران، آماده باشی جنگی، آموزش کسبی خدمتچان حربی، تربیت آنها در روی صداقت به وطن، رعایت قطعی انتظام خدمتی، طلبات آیین‌نامه‌های حربی، مبارزه با همه گونه حقوق ویرانکنی‌ها، مخصوصاً کردارهای کروپسیونی و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها را تامین نماید. وکیلان محترم، در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با 178 کشور جهان رابطه‌های دیپلماتی برقرار کرده عضو فعال سازمان‌های با نفوذ بین المللی و منطقوی گردید. در این زمینه مناسبت‌های دوستانه و همکاری ما پیش از همه
با همسایه‌های نزدیکمان کشورهای آسیای مرکزی همچنین اتحاد دولت‌های مستقل که در نظام مناسبت‌های بین دولتی تاجیکستان مقامی خاصه دارند در همه سمت‌ها تقویت یافته ایستادند و ما این سیاست را در آینده نیز گسترش می‌دهیم. مسئله‌های تحکیم و گسترش همکاری‌های گوناگون جنبه با شریکان استراتژی و رشد ما فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین، اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا چون همیشه در سرخط اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان باقی می‌مانند. ما همچنین مطابق با هدف‌های درازمدت استراتژی خود مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های برای جانب‌ها سودمند را با کشورهای به ما دوست و خیرخواه جهان اسلام، خاور میانه، آسیای جنوبی، جنوب شرقی، اقیانوس آرام، افریقا و امریکا برآمده رشد و توسعه خواهیم بخشید. قابل ذکر است که حکومت تاجیکستان از سال 2007 اصلاحات نظام رفت آمد شهروندان خارجی را ادامه داده. حالا برای شهروندان 112 کشور ترتیب ساده تهیه و به رسمیت درآوردن روادید را مقرر کرده است. ضرور است که جهت جلب بیشتر سیاحان و سرمایه‌گذاران خارجی این روند باز هم تکمیل داده شود. ما مناسبت‌های شریکی را با جامعه جهانی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی راه اندازی نموده رشد همکاری‌ها را در این سمت ادامه خواهیم داد. در این رابطه ما همکاری را با سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی همچنین با شریکان رشد و نهادهای مالیوی بین المللی و منطقوی ادامه و گسترش می‌یابد. سال جاری تاجیکستان ریاست را در ساختارهای بانفوذ منطقوی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی به عهده دارد. امسال از تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای 20 سال سپری می‌گردد. تاجیکستان همچون یکی از مؤسسان سازمان همکاری شانگهای از روزهای اول تأسیس یافتن آن در پیشرفت و تکامل این سازمان سهمی باسزا گذاشته ایستاده است. تاجیکستان به طفیل تطبیق پیگیرانه سیاست خارجی خود توانست که تا امروز در بررسی و حل مشکلات گوناگون گلوبالی نیز سهمی نظررس دارد. در این زمینه تاجیکستان در عرصه بین المللی و حیث کشور پیشبر در حل مسائل مبرم امنیتی، آب و اکولوژی و تغییر آبی اقلیم اعتراف گردیده است. حفظ صلح و ثبات و تأمین امنیت پایدار در منطقه آسیای مرکزی طوری که بارها تاکید کرده بودم در سرخط اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی دولت ما قرار دارد. پوشیدنی است که تاجیکستان در خط پیش مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای زمان معاصر قرار داشته در تأمین امنیت منطقه نقشی مهم دارد. از این لحاظ ما می‌باید نیز با کشورهای منطقه و همجوار از جمله با جمهوری اسلامی افغانستان و دیگر شریکان خود همکاری زیچ و سودمند را در ساحه امنیت ادامه خواهیم داد. ما اطمینان داریم که با ثبات و امنیت پایدار در جمهوری اسلامی افغانستان میتوان تنها از طریق روند صلح رسید که از جانب حکومت افغانستان و مردم آن اداره، نظارت و پیش برده می شود. ادامه معرفی شایسته نقشه‌های بنیادکارانه، اقدام‌های صلح‌جویانه و عزم و نیت‌های نیک سازنده تاجیکستان در عرصه جهانی همچنین حضور فعال کشور ما در روند حل و فصل مشکلات عالم معاصر
از جمله هدف‌های میباشند که برای رسیدن به آنها منبعد نیز کوشش به خلق خواهیم داد. با این منظور ما در آینده نیز فعالیت بین‌المللی خود را مطابق به مقررات کنسپسیون سیاست خارجی دولتمان با سعی و تلاش بیشتر ادامه خواهیم داد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هدف عالی دولت و حکومت مملکت تامین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور توسط بلند برداشتن صبراناکی، استفاده ذخیره و امکانات‌های موجوده، دریافت منبع‌های نوی رشد، ترقی دادن ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، انکشاف نیروی انسانی و با همین راه منتظم بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم شریف تاجیکستان می باشد. در این روند تحکیم بخشیدن و نفوذ و آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی نیز از جمله هدف‌های مهمترین ما به حساب می رود. این هدف‌ها در نوبت اول اعضای حکومت، وکیلان مردمی، رهبران همه ساختار و مقامات دولتی، از جمله تمام خدمتچیان دولتی، اینچنین صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و هر یک فردی با ننگ ناموس کشور را وظیفه دار می سازند که در راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی، اجتماعی و پیشرفت وطن محبوبمون سرجم و متحد باشند. سال 2021 برای تاجیکستان عزیزمان سال مخصوص، یعنی جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولتی می باشد. با مقصد استقبال سزاوار این سنه مقدس تاریخی با قرار حکومت مملکت نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی قبول گردیده است. اعضای حکومت و رهبران اداره و ساختارهایی که به شهر نایا وابسته شدند، رئیسان ولایت‌ها، شهر نایا و جماعت‌های شهرک و دهات وظیفه دارند که اجرای سری وقتی و با صفت چهاربینی‌های طبق نقشه پیش بینی شده را تامین نمایند. بار دیگر تاکید می‌سازم که وظیفه اساسی هر یک ما از رهبر دولت سر کرده تا وکیلان مردم، اعضای حکومت، رهبران همه ساختار و مقامات دولتی و تمام خدمتچیان دولتی صادقانه خدمت کردن به خلق عزیز تاجیکستان، همیشه و در همه حالت در پهلوی خلق بودن است. سال 2020 با تمام مشکلاتش ثابت نمود که ما برای باز هم بهتر زیستن، آباد نبودن وطن عزیزمان و ترقی دادن دولت صاحب استقلالمان نیرو، امکانیت، تجربه، شرایط و ذخیره‌های ضروری را داریم. ما باید تشبثکار و تشکیلاتچی باشیم و سهم بیواسطه خود را در آبادی ملک اجدادی گذاریم. یعنی کار را به خاطر آبادی وطنی محبوبمان طرز تشکیل نماییم که در روند سازندگی هر یک شهروند مملکت شریک و سهمگزار باشد. نظارتچی نشویم، سهمگزار باشیم. اگر کمک کردن نمیتوانیم خلل نرسانیم. من به نیروی سازنده تمام مردم شریف مملکت، از جمله جوانان با غیرت و زنان و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت اعتماد کامل دارم و دل پرانه
اظهار می‌نمایم که ما همه یکجا با زحمت صادقانه و اهلانه خود تا جشن مبارک و مقدس 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان سیمای وطن عزیزمان را تا دوردستترین گوشه و کنار آن باز هم آباد و زیبا می‌گردانیم. تشکر. خرد و بزرگ مردم کشور باید همیشه در یاد داشته باشند که در شرایط پرتضاد و پرحوادث امروزه حمایه نعمت بزرگترین و مقدس برای هر یک انسان بناموس استقلال و آزادی کار سهل و آسان نیست. ما خود شاهد هستیم در یک دو سال اخیر در دنیا چی واقعه ها شد، چگونه دولت ها از بین رفتن، قریب از بین رفتن. حفظ این گهوری بی‌بها از هر یکی ما سعی و تلاش و کوشش و غیرت شبانه روزی، ننگ و ناموس ملی، زحمت صادقانه و فداکارانه و مهمتر از همه اتحاد و سرجمعی میخواد. در شرایط نهایت مرکب و حساس جهان معاصر ما باید همیشه در پهلوی یکدیگر باشیم و همدیگر را دستگیری کنیم، زیرا این خصلت نیک به ما و شما از گذشتگان نیکناممان به میراث مانده است. مردم شریف تاجیک این سنت نیک اجدادی را سال گذشته که بسیار وزین و پرتشویش آمد بار دیگر نشان دادند. اصلا تاجیکان یکی از ملت‌های قدیمی دنیا و دارای تاریخ بیش از 6000 ساله بوده، هنوز از دوره‌های باستانی صاحب سواد و قلم، دیوان و دفتر، علم دوست و ادب پرور، دولت ساز و دولتدار، معمار و شهرساز، شهردار و شهرنشین، یعنی فرهنگی و تمدن ساز و آبادکار و سازنده به شمار می روند. برای همین هم من گشته برگشته تاکید میکنم که ما باید بنیاد کنیم، سازیم، رو افتاده نشویم. من اشاره کردم که بابا کلان ما شما، اجدادان ما شما کی بودند؟ چی میراث داشتند؟ تمدن ساز بودند، تمدن آفر بودند. چی؟ ما شما کردن نمیتوانیم، ما شما ادامه دادن نمیتوانیم. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، سده، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است.
تمام دنیا نوروز را نوروز مبارک میگن، دیگه پیرواد نداره. خودش همین بسه. ما تاجیکان میراث گرانبها و جاودانه هنوز بیش از 1000 سال قبل بنیادگار گذاشته این یاگان خود را به یگان مشکلی میخوانیم، میفهمیم، برای تربیت نسل‌های نورس خلقمان استفاده میبریم و به مردم عالم معرفی مینماییم. خلق شرفمند تاجیک ننگ و ناموس وطن داری و حس بلند ملی دارد و با چنین خصلت‌های نیک و سازنده خود میتواند اقدامات از امروز هم بیشتر را عملی کرده وطن مقدس خود را به کشور آباد و پیشرفته و همقدم جهانی معاصر تبدیل دهد. در این راه پر افتخار به تمام مردم شریف کشور، همه شما وکیلان خلق، اعضای حکومت، پدر و مادران عزیز، خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، اهل ضیا، جوانان دلیر و غیور و بانوان وطن دوست و صاحب معرفت، سلامتی و خوشبختی، برار و موفقیت و به تاجیکستان محبوب آبان ثبات و آرامی پایدار و دستاورد و پیشروی‌های روز افزون آرزومندم. سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. سلامت باشید. یا
ای صبح و شامی ما در راهی سرنوشت، صاحب مقامی ما ای رهنوردی بخت، ای زیبی تاج و تخت، ای روحی استوار، ای مردی ننگ و آر، ای مردی ننگ و آر. مادر بری توی بالو پری توی در راهی راستی، ما افسری توی مادر بری توی بالو پری توی در راهی راستی، ما افسری توی. قصری مراد را بنیاد کرده ای، شهری سیریش را آباد کرده ای. قصری مراد را بنیاد کرده ای، شهری سیریش را آباد کرده ای. مادر بری توی بالو پری توی در راهی راستی، ما افسری توی مادر بری توی بالو پری توی در راهی راستی، ما افسری توی. ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آیینه خوشنمای ملت، آیینه خوشنمای ملت. از قبلگه دعا پیمانی راهی توست، خلق و وطن کنون پشت و پناهی توست. از قبلگه دعا پیمانی راهی توست، خلق و وطن کنون پشت و پناهی توست. مادر بری توی بالو پری توی در راهی راستی، ما افسر در راهی راستی، ما افسری توی مادر بری توی. باستانی سرزمین باستان مایه، باستانی هر در و هر آستان مایه، از مکان خاندان راستان مایه. رستمی آواز داری